سلام علیکم همدیاران عزیز. امروز 26 ایولی سال 2024 می باشد و ما قرار داریم در ناحیه دنقره، در راهی که از قرغان تپه به دنقره می رود، راه نو راه بود، راه را نو اسفالت پوش کردن، درجه اولی کرده شدن. در همینجا اومدم و مخصوص برای چی اومدم همینجا؟ برای آن اومدم که به شما نشان دهم که چقدر پلانتاسیون پیستا کردن ممکن است. حاضر من در پلانتاسیون پیستا قرار دادم، بازی بود نوار رو تلفن رو گرفته خودم با گرد و بگرد نشان میدم به شما. و قرار دارن در پیش درخت پیستا که تقریبا ممکن 50 سال باشد. اینجا اینستیتوت شنوندگی است. وقتی که شنیدی من رئیس جنگل تاجیکستان سفر غیر گفتن آدم خدا رحمت کند بسیار شخصی بزرگ بودند، تشکیل کردن از یک زن و یک مرد روس زبان امروز تشکیل کرده، همینجا کار کرده، همین پیستا رو شنونده بودن. اینو من شنیدم، چقدر شنیدم، هم خیلی گفته ایستادم. و ببینید که از ویا آباد کردن و ما حاضر استعمال میکنیم، استفاده میبریم. و این پیستاها هستن پیستاهای به پیوند، پیستاهایی که از دانه‌اش برآورده بعد آورده شنوندگی هستن. اینجا پلانتاسیون ها هست، این تپه ها هست، پور پیستا هست، پیستاهای خودبروی هم هست و این پیستای شنوندگی هست. ما میبینیم میوه پیستا رو نزدیکتر بیارید، نشان تید نزدیکتر بیارید، تلفن رو بیارید. این من پیستای محلی خودمون است، این علاقه پخته شده است. من همین سفید میشود که من همین سفید شده شدگیش این علاقه پخته شده است. حاضر میبینیم که شده و این چهلی که میبینیم درخت کم بستگی است، یک قسمش عموما بستگی نیست، برای آنکه این پیوندی نیست. اگر پیوندی باشد این غرقی میوه میشود. و حاضر من میبینیم الان این پیستا رو ببینید که با نوعی کلان بوده است. دین من در راه اسنبا یک نوع رو نشون دادم، مایده چه بود. این کلان بوده است. من علاقه پوستش میخیزد، ولی نشکفته است، چون که ولی نپخته است. اگر ما مونیم این رو همه این پیسته خندان میشود، یعنی میشکوفن. همدیران عزیز بینید که این در یک دشت بیابانی به آب، به نگاه، به پابل، به پارو سبزیده میوه داشته است تا قدر امکانی که طبیعت با او امکان میدهد. اگر این پیوندی باشد و بسیار گل کند و بسیار بندد، این بهتر می شود. برای همین ما باید حتما پیوندی کنیم پیستای خودروی رو. از پیستای خودروی یگان فایده نمیبینیم، از پیستای پیوندی فایده میبینیم. اگر درخت ما هم باشد، اگر یک 20 کیلو میبندد پیوندیش، اگه خودتون حساب کنید 20 کیلوی ما 2000 سومون. و ما پیستامون رو به ملال میتوانیم به خارج کشور بریم، چون که در تاجیکستان پیستا بهترین میشود، پیستای بامزه میشود. حاضر در تمام تاجیکستان پیستا قریبی میشود، به غیر از در ناحیه رشت، بالا، جرگتال و پامیر. دیگر این قسم پایان همه ولایت سوخت همش این همه جا کلوب و همه. من کامنتاری رو دیگر نمیخونم برای که دو چشم من علاقه تمام کرده است. اگر خونم یا ورده در میکند برای در کامنتاری سوال نتید، سوالم تید من جواب دادن نمیتونم، چون که من کامنتاری رو دیگر نمیخونم. سلامتی چشمم بیرون شد. من هم خیلی همدیران عزیز با شما پیشنهاد میکنم که حتما پیستای پیوندی کنید. پیستا را شینونید، به پیوندش رو بعد پیوند کنید. اگر پول نداشته باشید به پیوند ارزانش رو یا بده شینونید و یا که خودتون پرورش کرده شینونید و بعد پیوند کنید. ها پول داشتگی باشید ما با شما پیستای بهترین از ترکیه میبیاریم، پیوندیش رو با کفالت. من هم دیاران عزیز واسه من نوار رو میگیرم و خودم یک همین پلانتاسیون پیستا رو از نزدیک یک کرده نشون میتیم. مکدامی اگر نهالوی پیستا در کار باشد، من رقم تلفنم رو میمونم، درخواست کنید، زکس کنید. ما این نویبر پولش رو میتید و ما این فورال ما میبیاریم، شما میشنونید. من باز یک بار دیگه تکرار کنم برای چی من تشویقات پیستا رو زیاد کرده استادم که اگر کدامی پیستا کند، مثال میگیریم ما 1 میلیون دانه پیستا شنوندیم، کدامی خونش رو یک درخت شنوند یا دو درخت شنوند و علاقه 4-5 کیلو که گرفت اویلش رو به پیستا تعمین میکند.
پیستا میوه سرغذا است. اونم سر میشود. اگر ما 1 میلیون دانه شنوندیم 5 کیلو گرفتیم 5 میلیون کیلو. این هم تاجیکستان ارزانی میشود پیستا، هم صادرات میشود و دلار میبیاید. بردن به صادرات پیستا آسان است. این رو در گرانیسه اگر 1 ماه ماشینتون نگذارونن اگر این نمیپوسد. اگر نخره در یک اگوره فروخته نتونه در خورانتون 1 سال نگاه میکنید که این رو حتما میخرن. این رو در تمام جهان طلباتش کلان است. تمام کلان است. این زردآلوی و این پمیدور و بادرینگ نیست که پوسد نیست شود. و در آخر همه نغزش که نگاهبینش آسان است. همه سلطانید اگر پارو و آب میتید نتونستید ندادید بیچاره خای سرکش خم با میوه میتید در شما. انا همدیاران عزیز، اگر شما در پیستهتون آب دهید در 1 ماه پیسته نونیهال رو هر ماهی هر هفته 1 بار دادن در کار پیسته این سال شنوندگی و 2 سال تا 2 سال بعد هر ماه 1 بار آب دهید میشود. انا همدیاران عزیز، این بود یک برنامه‌چه اوید پیسته حاضر من گرفته 20000 رو به شما نشون میدم. هم خیلی تیز من. همدیاران عزیز، من که میبینید تلو تپا و همه جر است. من در جری سودگیم. این قسم بولوروی است، کوتلی است. همه 20000 هستن همون تلو تپا ها. این 20000 هایی که دسته شنوندگی هستن. نبینید؟ انا این پیسته رو بینید که بستنش رو به هر حال 1-2 کیلو دارد. پیسته به پیوند. لیکن این پیسته کلان بوده است. میوهش منو بینید. او انواعی هم بستگی. اینش نبسته است. بینید؟ اینش احتمال ناری نباشد. لیکن او انواعی پیسته بستگی هست. او اونجا پیسته بسیار است. منو بینید؟ از نزدیک آوردم پیسته های تنش رو بینید. انا همدیاران عزیز، با شما اویدی پیسته شنونی یک معلوماتی دادم. بسیار این نبسته است چون که من بازگویم به پیوند است، خودروی است. من پیش من بودگی بستگی است، دیگرش بستگی است. ببینید اکا یو تکنیکی کار نمیگیرن. نه تکنیک سرد میشه، نه دورو میشه، یا چی نمیشه. نه این یگان کار نمیشه، نه ابریسکه دارد، نه یگان چیز ندارد. این رو به خدا پرتفتگی هستن، نه آب میتن. همین بیچاره چقدر داد میچینن میبرن. این مایده چه پیسته